حضرت حکیم الامت مهدوی رحمت الله تعالی علیه میفرماد حضرت نوح علیه السلام دعا کرد، 950 سال تو قوم خودش تلاش کرد، بعد از 950 سال کاسه صبر او لبریز شد و به درگاه الله دعا کرد که الله یک خانه از اینها رو هم سالم نگه ندار. الله همه اینها رو چون دل دوست او رنجید، من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، الله به میدان جنگ آمد، دل دوست او رنجید، برای خودش الله نکرد، برای دوستش کرد، دعای دوستش بود، الله همه اینها رو ویران کرد. بعد حکیم الامت مهدوی رحمت الله تعالی علیه در جایی میفرماند که الله به نوح گفت ای نوح کوزه درست کن، سفال و کوزه درست کن، ظرف های سفالی درست کن. حضرت نوح علیه السلام طبق امر الله شروع کرد، یک میدان وسیعی رو سفال و ظرف ها شروع کرد درست کردن. درست شد یک میدان وسیع. بعد از این که این قوم عذاب شدن، بعد که تمام شد که الله این میدان پر از این کوزه و پر از این ظرف های سفالی شد، حالا امر چیه؟ الله چیکار کنم؟ الله سبحانه و تعالی فرمود همه رو بشکن، امر همه اینا رو بشکن. حضرت نوح علیه السلام شروع کرد همه اینا رو شکستن. وقتی میشکست ته دلش فرحت بود، الله اینا رو من درست کردم، خودم میشکرم. اینا رو که همه رو شکست، یک گوشه نشست، زانوی غم گرفت، به اینا نگاه میکرد، اینا رو خودم درست کردم، اینا رو خودم ویران کردم. اون موقع الله سبحانه و تعالی به حضرت نوح علیه السلام گفت ای نوح غم زده شدی، ای نوح برای تو سخت بود، کوزه هایی که خودت درست کردی شکستی، سخت بود نه؟ گفت بله. گفت برای من از این سخت تره که بنده ای که خودم خلق کردم، لقد کرمنا بنی آدم، برای من سخت اون بنده ای که خودم خلق کردم و نفخت فیه من روحی، برای من سخت بنده ای که خودم خلق کردم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، در بهترین شکل و صورت. برای منم سخت اون بنده ای که من او رو خلق کردم برای محبت خودم. انی لک محب، من دوست دارم، من تو رو میخوام. فبحقی علیک کلی محبه، تو هم با من محبت کن. بنده ای که من میخواستم با او سر و سودایی داشته باشم، به او گفته بودم من تقرب الیه شبرا، یک وجب بیا، تو یک وجب بیا، من به سمت تو یک دست میام، تو یک دست بیا، من به اندازه 2 دست میام. بنده من تو آرام بیا، تو آرام حرکت کن، من با رحمت خودم به سمت تو دوان میام. ای نوح علیه السلام خوب گوش کن، دعای تو بود من این قوم را عذاب کردم، اما عذاب بنده های من بر من سخته. الله عذاب ما رو دوست نداره، والله قسم الله عذاب رو دوست نداره، اما ما هستیم که عذاب رو بر خودمون میخریم. الله مهلت میده، الله فرصت میده، اما وقتی بنده الله تو این مهلت و فرصت، گاهی عذاب الله تا دم خانه میاد، گاهی عذاب الله تا تو خانه میاد، شاید این بگه استغفر الله، شاید این ما کان الله لیعذبهم وانت فیهم وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون. دو وقت الله عذاب نمیکنه، وقتی نبی ما بین ما باشه. نبی امروز نیست، اما یک چیز دیگه هست، اگر یک کار دیگه هم بکنیم الله عذاب نمیکنه، استغفاره. هرگز الله قومی که استغفار میکنه، هرگز قومی که به سمت الله متوجه میشه، و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. استغفار کنیم، از گناهان خودمون به درگاه الله توبه کنیم. اگر قومی بر گناهان نادم بود، بر گناهان شرمنده بود، بر گناهان خودش نادم بود و خواست تدارک بکنه، خواست برگرده، خواست صلح بکنه، آغوش رحمت الله بازه. یا ایتها النفس المطمئنه، یا ایتها النفس المطمئنه. به گفته یکی از علما زیبا میگفت وقتی من این آیه رو میخونم حس میکنم بلا تشبیه ذات الله آغوش رحمت رو باز کرده و به بنده های خودش میگه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک. کی میخوای بیه؟ پروردگار تو هم، رب تو هم، من تو رو خلق کردم، من از مادر به تو مهربان ترم. ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی.
الله آغوش رحمتش بازه. اگر شب بیایم این آغوش بازه، روز بیایم این آغوش بازه. رحمت او بهانه میخواد، بهانه، یک بهانه. بهای محبت الله رو کسی نمیتونه بده. بهانه درست کنی. بهانه صلح با خدا عشقه، بهانه صلح با الله سجده است، بهانه صلح با الله اینه که یک دفعه از ته دل، اعماق وجود خودت با رب خودت صلح کنی، بگی الله صلح کرد، الله آشتی کردم، الله میخوام عوض بشم، الله میخوام مال تو بشم. الله تمام این معادله رو عوض میکنه، الله تمام چیزها رو پاک میکنه. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. کسی که از گناه توبه میکنه گویا اصلا گناه نکرده، اصلا گناه نکرده. حتی بعدن الله سبحانه و تعالی به او طعنه نمیزنه. یادت هست تو یک روز نافرمان من بودی، یادت هست فلان روز تو گناه. خودش طعنه نمیزنه، به دیگران هم میگه بنده گناهکار من که توبه کرده بهش طعنه نزنید. من عیر اخاه بذنب قد تاب منه. کسی که بنده من رو که بعد از گناه با من صلح کرده، بعد از گناه با من توبه کرده، اگر کسی اونو طعنه بزنه الله او رو رسوا میکنه. تو حق نداری بنده گناهکار من رو که با اشکش، با آهش، با ربناش، با سجدش با من صلح کرد، چرا طعنه میزنی؟ طعنه نزن. نافرمان دیروز دوست امروز الله. این با الله صلح کرده، این با الله آشتی کرده. دوستان من، دیوانه انکو دیوانه نشد، دیوانه انکو دیوانه نشد. دیوانه واقعی، احمق و نادان واقعی دور از جمع ما اون کسیه که با این الله، دیوانه این الله نشه، مجنون این الله نشه، دل به این الله نده و برای این الله فدا نشه. این اللهی که از مادر مهربان تر هست.